بیش از نیم عصر هستی من بار نزدیک بوده کن میکنم شعر استاد لایق نفس میکشد با شعر استاد لایق نقشه سپری میکند با شعر استاد لایق عاشق میشود و با شعر استاد لایق یک دوره مرحله های دشواری زندگیش پشت سر میکند. ما در ادبیاتمون شاعرهای نغز خیلی زیاد داریم، شاعرهای بزرگ خیلی زیاد داریم، لیکن شاعری که شعرش جاذب، شعرش معجزه داشته باشد، نمیدونم چی شعرش پراروچیست چی میشد معجزه داشته باشد و شعرش بر روزگاری به هر نفس زندگی ما سازگار باشد، فکر میکنم یگانه این اگر در گذشته لسان الغیب حافظ باشد، در زمان معاصر این لایق شیر علی است که تمام دنیای انسان ها در شعر استاد لایق انعکاس شده است و انسان در همه مرحله عمرش میتواند با شعر استاد لایق زندگی کند، نفس کشد و این که قریب از روز مرگ استاد چندین سال سپری می شود، از سال 2000 به این جانب و در اینجا مردم جمع می شوند، از راه دور میآیند، ولی از حصار هر سال کودکای زن می بیان، مکتب اینترنتی سوسبین های نابینا ها می بیان این و از تمام مکاتب عالی این مردم کسی اینجا مجبور زنجیر بسته نمی بیارد. عادتا در دوشنبه در محفل ها و مجلس ها مردم با زنجیر بسته میبرند، ولی این یگانه محفل است به نظر من که مردم خودش میبیاید، کم میبیاید زیاد میبیاید، خودش میبیاید. این هم دلیل عشق محبت و ایجادات استاد لایق شیر علی است. امروز روز تولد استاد بزرگ مومن قناعت هست. ما البته استاد لایق ندیده باشیم، ولی من استاد مومن قناعت خیلی نغز میشناختم، با ایشان چندین مصاحبه داشتم و با ایشان خیلی نشست ها و صحبت ها و گفتگوها و خاطره ها دارم و کسی صحیفه فیسبوک من بیند اگر ده ها عکس با استاد مومن قناعت هست، چون ما خیلی زیاد وامی خوردیم، در محفل ها در سفرها بودیم همراه و استاد مومن قناعت خودشان به ذات خود ایشان چی میگویند شکوه ادبیات میگفتند، واقعا یک آدم چون شکوهمند بودند، یک پشتیبانه ادبیات و فرهنگ ما بودند و یک شخصیت بسیار عجیب بودند. عجیب به معنای پره، به معنای تامش یک شخصیت عجیب بودند، یک آدمی پیشگویی نشونده بودند و وقتی که ایشان قطع صحبت میکردید نمیدانستید که استاد چی میگویند و این وابسته به طبعشان بود، وابسته به طبعشان بود. یک بار هر دومان در باغ رودکی استاد من فوتوسسی بردم باغ رودکی، گفتن که چند وقت شد عکس نگرفتیم، بعد من یک صورتگیر گپ زنان کردم و استاد مومن قناعت باغ رودکی فوتوسسی بردم. یک گروه دخترها آمدن و یک نفرش گفت که استاد من هم شعر میگویم، شعر مینویسم، شما با ما چی مصلحت میدهید؟ بعد استاد گفتن که من شما نگاه کنید، گفتن ما در یک فضای باغ ایستادیم، ما در یک محیط بسیار زیبا هستیم که شما اگر شاعر باشید اگر بداهتاً یگان شعرها گویتان گفتن و اون دخترک ها دو مصرگی و سه مصرگی و چهار مصرگی شعرها گفتن و استاد مومن قناعت هم یک دو بیتی بسیار زیبا برای اون دخترها خواندن، چون یک آدم وای بودن. بعضی وقت چنون بالدارو اگر باشند یک چشمه سرشار شعر و خرد و سخن و همه چی بودند و واقعا یک شخصیتی بسیار نادر بودند، بسیار دانشمند، بسیار آگاه از تاریخ گذشته، از ادبیات و فرهنگ گذشته و مخصوصا آیین زردشتی بسیار نغز میدونستند، تاریخ ایرانی باستان بسیار عالی‌جناب میدونستند و من فکر میکنم که اون نوگرایی هایی که در شعر ادبیات شناسا میگویند، این البته ما اونقدر جدی نمیفهمیم، اون نوگانی هایی که استاد مومن قناعت در شعر کردند و بعداً شاگردانشان استاد لایق و استاد بازار و استاد گلرخسار و استاد گلنظر و دیگرها ادامه دادند، این البته از همون دانشمندی و از همون بزرگی استاد مومن قناعت هم سرچشمه میگیرد، چون که ایشان واقعا یک آدمی دانشمند به معنای فرا گرفتن تمام تاریخ ملت، تمام دوره های ایران باستان، دوره های مثلا تاریخ گذشته تاجیکا بودند. روحشان شاد باشد. اینجا بسیار زیبا شعر میخوانند. این معلم دانشگاه تربیت جسمانی بسیار زیبا شعر خواندن. من نمیخواهم که من بسیار قرائت نغز نمیکنم، برای همین نمیخواهم که وای میگه که در دورن اصل چی میگوید اون و برای همین زهر همراه نمیکنم. من عرض دارم که امروز مردم ما بیشتر به این بزرگا رو آورد، مردم ما بیشتر به ایجادیات
شاعران بزرگمان رو آورد به ایجاد به آثار دانشمندانمان روی بیارد، چون ما واقعا فرزندان بزرگ خیلی زیاد داریم و ما به اینها نیاز داریم. استاد لایق دیگر نیاز ندارد که ما استاد لایق بالای سر قبرش بیاییم و هر روز مثلا به استاد لایق گل میبیاریم، پول میبیاریم، دیگر به استاد لایق تماما اهمیت ندارد. مثل آنی که به استاد مومن قناعت، مثل آن که به استاد ساقی ملغزاده، به جلال اکرامی و به دیگر بزرگایی که در اینجا هستند، ما به اینها نیاز داریم. ما نیاز داریم که در یک حالت‌های مرکب زندگیمون به ایجادیات اینها مراجعت کنیم. ما نیاز داریم که گره‌های پرمعمای معنویمون، ما نیاز داریم که یک دوره‌های مشکل زندگیمون، دوره‌های مشکل معنوی زندگیمون از با مطالعه ایجادیات این بزرگا آسان کنیم و زندگیمون رنگ دیگر بخشیم، چون ادبیات یکی از وظیفه‌هایش این به زندگی ما معنویات وارد کردن است و وقت انسان معنویاً مسلح است، وقت انسان میخواند، مطالعه دارد و شعر میفهمد، من فکر میکنم که علاقه انسان دیگر میشود و علاقه انسانی نمیدونم انسان مسلح‌تر، انسان سازشکارتر و انسان نغزتر میشود، چون جامعه ما واقعا به آدم‌های نغز بیشتر نیاز دارد. روح این دو بزرگمرد شاد بود و در برابر اینها همه این استادان و عزیزانی که اینجا خوابیدن روحشان شاد باشد. همین خیلی میگذارم. منم یک 10 سال زیاد در ژورنالیستی کار میکنم. از همه قطار یکم پشت با همه همونها ما مصاحبه کردم، با همه همونها نشستیم، با همه همونها ساغر گرفتیم و نوشیدیم و در سر یک دسترخوان نشستیم و نان خوردیم و شراب نوشیدیم و صحبت کردیم و علاقه همه آنها نیستند. تصور کنید چقدر زندگی ما روز تا روز کمرنگ میشد که بزرگان و عزیزان میروند. استاد بازار صابر یک انسان نازنین بودند و برای همین در زمان زنده بودنشون هم از اینها استفاده بریم و پس از مرگشون هم از آثارشون. سلامت باشید همتون، خوش آمدیدتون به بچه‌ها. اگر شما اشتراک کردن نخواهید روید ما خبر میرسون که مصدق لایق در یک دو بیت میگن که بهار عاشقی بود، آن صادقی بود، از آن شادم که بعد من بگویند زمان در زمین یک لایق بود. به اندیشه من یکی از خوشبخت‌ترین شاعرای مثلا ملت ما استاد لایق هستند که واقعا نه تنها زمان در زمین میگن، همین هر لحظه و هر ساعت و هر ثانیه اگر باور دارم که در هر کجا هر روز شعرهای استاد لایق خوانده می شود و از این بیش خوشبختی برای شاعر به فکر من وجود ندارد. و اگر آنهایی که مثلا از اشعار استاد لایق شعر خواندن میخوان مرامت دعوت میکنیم تا که دلهایشان را با خواندن شعری استاد لایق تر بکنند. توضیح بخشی اگر فیزیک گویم مرحبا. ما سرگرم بخشش نه گپای شما هم فراموش کردم گویم. حاضر من بگم حکمت آموز است. یک دوستم از ایران صحبت داشتم. شعر استاد لایق اکنون در بین ملت ما اگر خیلی زیاد علاقمند دارد، نه اکنون به جهان فارسی زبان خیلی زیاد رفته شده است. حاضر میبینیم که آهنگسازها چقدر آهنگ‌های نغز بستن با اجازه استاد لایق و دیروز هم از ایران ما با یک دوستم صحبت داشتیم. یک مجموعه بسیار نغز استاد لایق در انتخاب استاد ستارزاده در ایران صحیفه بندی شده است. دیروز مقابلش هم من فرستادم، ما از فیسبوک بعد میمونم. در ایران یک مجموعه بسیار نغز استاد لایق چاپ شده است. تا هفته دیگر خدا خواهد در میبود از نشریات. استاد ستارزاده خودشون در ایران هستن به فکرم. در انتخاب استاد ستارزاده و یک مجموعه استاد مومن قناعت، این هم در انتخاب شیرین قناعت دخترشون علاقه این مجموعه هم چاپ میشد. یعنی این یک چی از رمزی هست که در روز زادروز این دو بزرگمرد مجموعه اشعارشون هم در ایران در یک از نشریات‌های خیلی با ابروی ایران و با تیراژ خیلی زیاد، به نظرم 5000 نسخگی در ایران داره چاپ میشن و باور دارم که خواننده‌های فارسی زبان همه جهان فارسی زبان از این مجموعه ها بهره مند میشن. من این نوع هر دوشه در صفحه فیسبوک هم میمونم، خبرش به هر حال برای آگاهی شما. استاد بهرالدین علوی چند لحظه پیش سخن کرده بودن ولی اینجا محفل خیلی خاکسارانه بود. اکنون
بعد اندیشه من باز سوال دیگر می‌کنم. یک پیام استاد لایق را میخواهم به شما برسانم. پیام استاد لایق یکی از پیام‌های اصلیشان پاینده نگه داشتن زبان مادری ما، زبان رودکی است. زهر بادا شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است. هرگاه دو تاجیکی به هم بر روسی سخن کنند، زنده به زنده مادر خود در کفن کنند. ولی امروز جوانها ما میبینیم که یعنی اکثر جوانان، تقریبا بیشتر از 90% جوانان با یک زبان آمیخته پر از الفاظ بیگانه با این زبان را یعنی آلوده کرده سخن میگویند. در شهر دوشنبه که پایتخت ملت ما، پایتخت دولت ما است، یعنی اکثریت مردم با یک زبان بسیار آمیخته سخن میگویند. و باید گفته باشم که استاد لایق برای این زبان، برای پویایی و برای یعنی پایداری این زبان زحمت‌های زیادی کشیدند و یکی از پیام‌های اصلی اون است که ما و شما زبان مادری را پاس داریم که برای از گذشتگان میراث داریم. یکی چیز دیگر که استاد لایق بسیار نگران بودند، من بسیار وقت اکثر وقت‌ها شب و روز تا ساعت‌های 2 و 3 استاد لایق شطرنج می‌زدند، من جواب می‌دادم و سخن‌ها و اندیشه‌های ایشان تا هنوز در مغز و در ذهن من چرخ می‌زند. باید که ما شعرخوانی را درست یاد بگیریم. شعر نباید خوانده و ور خوانده شود. بچگیم بی کس و تنها گذشت، با درو با خوشه چینی ها گذشت. دامنش از خوشه پر از دامن صحرا گذشت. در سر سنگی همه روز انتظار، می شمردم ترنه ها را هر بهار. بچگیم با قطار ترنه ها یک جا گذشت. شست می انداختم بر رود مست، تا بیفتد ماهی طلا و شست. بچگیم با امید ماهی طلا گذشت. خنده می کردم به سوی شرشره، خنده می آمد ز هر سنگ دره. بچگیم خنده بر لب، لبی دریا گذشت. نامه ها بنوشته بودم بی حساب، لیک از آن سو نمی آمد جواب. بچگی چون نامه بر یار بی پروا گذشت. بچگی چون شاخ باران ریخت ریخت، بچگی چون آب شاران ریخت ریخت. یا مثال شاخنم از دشت با پهنا گذشت. بچگی گویا بود و گویا نبود، بچگی از ما بود و از ما نبود. یه خبر ماندیم تا دیدیم فرسخها گذشت. بچگی گلگون زرین یال من، بچگی گلگون زرین بال من. یال و بالش غرق گل از راه عمر ما گذشت. استاد لایق بسیار واژه های زیبایی که در میان مردم رایج بود، آنها را یعنی دستچین میکردن یا کچین میکردن و در اشعار خود جا میدادن و از جمله در این شعر واژه شاخباران و شاخنم هست. کمتر کسی میداند که شاخنم چه است. یا مثال شاخنم از دشت با پهنا گذشت. یا شاخباران، شاخنم این باران بسیار تیز است که یک دفعه میزند و میگذرد. از همه شما سپاسگزارم برای اشتراکتان و برای یادآوری کردن از شعرا و بزرگان ملت. تشکر از استاد عربی. استاد لایق میگن که آنان که نخوانده اید سرود تاجیک، غفلت زده اید از وجود تاجیک. بنیاد زبان تاجیکی خود باشد بنیاد همه بود و نبود تاجیک. و بازم با یکی از ایجادکاران امروز ما ملاحت بانو طالب و با دسته گل می آیند دعوت میکنیم و گل خود را بگذارند و شاید یگان شعر از استاد لایق قرائت میکنند. مرحبا. شما از این طرف گذارید.
سلام عبدالله امید مرحبا ملاحظ بونو میتوانید شعر از استاد لایق قرائت کرده باشید که در مکتب آموزگار فنی زبان و ادبیات توضیح درس میگویم با جمع کلکتیو همکاران و اینجا به عیادتشون آمدم تا نوار داشته باشم در همچون صحنه تربیوی از خدمت‌های استاد بوده به طالب علمان نمایش دهم و شعره که دارم برای استاد. مرحبا خوشیدی سهر بود سندند سنگ مزاره این بادی سبارو نگردد زی کناره زیرا که کناری تو وجود دل خاک است آرامی ندارد زی علم تاب و قراره بین اهل قلم زار به یاد تو بگیریم با یاد تو و یاد بزرگان کناره در ده زیادند بزرگان قلم کش چون رفتی تو بعدی تو نآمد به مثال تا لحظه آخر که جان در بدنت بود در راه وطن زحمت بسیار کشیدی تا اینکه وطن شاد بگردد ز دشمن سوزان و شبان چهره فرزند ندیدی دایم به لبت نام وطن حرف وطن بود حرفی که تو در روی این دنیا ولی همون معنی تاجیک بودنت دایما همراه من بود الان استاد شعری تاجیکانه سرودی شعرهای عارفانه منم خواننده دیوان پاکت کنون خوانم به وصف تو ترانه زیبا زندگی ایجاد کردی ببخشیدی شکوه زندگی را بدان لفظ شیرین تاجیکانه نمودی زنده نام تاجیکی را روحت شاد باشد استاد زیبا. سلامت باشین الله بانو تشکر میگیم و البته اینجا ما یکی از نبیرگان استاد لایق را که من نامشان را فراموش کردم نازیه بانو مرحمت نازیه بانو دعوت میکنیم تا که یک پارچه شعر از استاد لایق خوانده باشند مرحمت اینجا بایستم پایان با اینجا همراه مادرشان ها عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود این همه به دولتی ها خوب دولت بوده است بس که از پای روان ماندیم حسرت میکنیم از پای خوبان دویدن هم غنیمت بوده است در فلک جستن ستاره صنعت است و در زمین خویشتن را گم نکردن هم صنعت بوده است آدمی بعد از زوال عمر میفهمد که عمر یک نظر بر آسمان با چشم حیرت بوده است بهترین گنجی که آدم یافت گرچه موزر است بهترین گنجی که گم کرد محبت بوده است آفرین ما تمنا میکنیم که هرگز محبت رو گم نکنیم مرحبا خب دوستان عزیز بار دیگر شما رو به این یعنی که محفل بسیار زیبا خوش آمدید میگیم و اینجا اگر آنهایی که میخوان شعر بخوانند مرحمت دعوت میکنیم بید استاد بروتی بید اینجا بید مرحمت عبدالمحضر مرحمت وی دعوت کن رفته چی گشتی عبدالمحضر مرحمت ما میدونیم که شما یکی از اخلاصمندای بسیار هم صادق استاد لایق لیکن برای چی میگریدید من حیران ما هم خیلی مجبور میبریم مرحمت هر چی که مایل دارید مرحمت من بعد همه سوال می آیم باز چون مرغ خجسته فال می آیم باز که از بعد 1000 سال یادم بکنید از بعد 1000 سال می آیم باز باعث خرسندی و فرحمندی است که ماه می ماه شاعران است و مخصوصا 20 می ما 3 فرزند
فرزانه ملت و دنیا آمدند و علاکه هر دوی آنها به ابدیت پستند و بار دوش ادبیاتی که اینها ساختند و با میراث گذاشتند و دوش استاد کوزادی فتح‌الله افریده است. سلامت از باشید. فرصت مناسب استفاده برده زادروز شما را تبریک تشکر می‌نمایم. تشکر. و شما عمر شیری ایشان آرزو داریم. روحی این بزرگ مردا و دیگر بزرگ مردایی که در اینجا خواب رفتند همیشه شاد و نورانی باشد. زنده باشید. استاد لایق بعد از 1000 سال تولد شدن رودکی این خودش یک رمز است که استاد در ادبیات ما رودکی دیگر هستند و این بیش و پس از 25 سال در دوام این چندین سالی که ما شاهد بودیم یا از خود سال 2001 تا این جانب این محفل همیشه به راه مانده می شود و پیوسته مردم از راه های دور و نزدیک به اینجا میان. این تنها به خاطر سخنی استاد لایق، به خاطر اشعار بزرگواری استاد لایق چندین محفل های هم بود که با معلم عزیز اشتراک کرده بودیم. استاد هم همیشه صدر محفل بودند. خداوند روح این بزرگ مردان شاد باشد. افتخار میکنیم که همین گونه شخصیت ها مخصوصا از ملت تاجیک و برای ملت تاجیک خدمت کردند و خوشبختانه در زمانی که آنها کار و فعالیت کردند و زندگی کردند ما هم زندگی کردیم. استاد لایق خودشان اشعارشان به خودشان عمر جاودانه بخشیده است و به کل شما عمر شعر استاد لایق تمنا دارم. همیشه سلامت و سربلند باشید، روی اینا شد باشید. تشکر از معذرت. زنده باشید. سلامت باشید. ناز گفتید که خب سپاس میگویم از عبدالمحضر و واقعا دوستای عزیز اگر ما تا صبح از اشعار استاد لایق شعر بخوانیم از اشعار استاد مومن قناعت به گمانم که تمام نمی شود، ولی به هر حال که امروز ما روحی این دو ابرمرد ملت شاعران توانا رو پاس می‌داریم و شعرهایشان رو میخوانیم بیشتر، البته هر روز میخوانیم اما امروز بیشتر و هستن میان شما دانشجویان باز شعرخوان ها. مرحمت کرانه. خب مرزبان علی چند لحظه پیش از استاد مومن قناعت خوانده بود و امروز این لحظه باز هم از استاد لایق میخوانه. مرحمت. غزل دیکسو زیبا هم دارن استاد لایق. بلندتر. کلی اشعارشون اصلا روان و شیوا است. همون خوانم. آن لعل دلخوند را بگو لایق وداعت کرد و رفت. آن یار محزون را بگو لایق وداعت کرد و رفت. سر با بپای زندگی بنهاده میمیریم ما. مهنت زاده میمیریم ما. مرحبا سانگا. همین شعر استاد قناعت خانم بود. مرحبا. مرا گهواره میگویند چون گهواره زرین، ولی من مادری بیچاره‌ام خاکم. اگر طفل بر رویم پا نهد شادم، اگر مرد فتد از پای غمناکم. چو مادر در عذاب با سینه چاکم، نپندارید به دردم کفی خاکم. به دوری خویش چون سیاره جنبیدم، به دوری خانه چون گهواره جنبیدم. به روزی نیک همچون طفل خندیدم، به روزی بد چو مردی پیر لرزیدم. بهاران گل شدم از خویش روییدم، به امیدی که بوییدم غباری ره شدم در راه دلیابی. به امیدی که بوییدم. شما یک قوم ها خود را پسر خوانید، شما در از بساطم بر شما اعجاز بخشیدم. ز جذبی خود گذشتم بر شما پرواز بخشیدم، که بار مادری غمخوار گوییدم. و یک شعر دیگری استاد لایق اینجا گویم. من نمیمیرم که شعری غیر یادی دارن. تا نگیرم خونبهای جمله قربانیان را، تا نبخشم عمری آزاد همه زندانیان را. تا نیابم راه دلهای تمام زندگان را، تا نبردارم به دوشم دوشباری این زمان را. من نمیمیرم، من نخواهم مرد، تا نشویم داغ دلها را به خوناب دلم. تا نیابم من ز دنیا در نایاب دلم، تا نکاوم صبح را از چشم بیخواب دلم. تا نگویم داری بامی جهانی کشورم، تا نگویم عمری ابی بامی
جهانی کشورم، تا نگه عمری ابد با مدرم نشکند، تا تشنگی تشنه را شیری ترم، من نمیمیرم من نخواهم مرد. تا دمی که آفتاب از شرق بنماید طلوع، تا دمی که رودها از کوهسار آید فرو، تا دمی که زندگی باشد برای آرزو، تا دمی که شعر حافظ باشد و جام سبو، من نمیمیرم من نخواهم مرد. تا ندانم که پس از من خوانده شعرم را کسی، خواب میبینند مرا میپرسد این آواز کیست. تا ندانم زندگی را بعد من ره تا کجاست، تا ندانم صاحب دنیا پس از من باز کیست. من نمیمیرم من نخواهم مرد. با دو چشمی نور پالا، با دو دستی رزق پیما، با دلی دردآشنای و با سری پرشور و سودا، تا قلم را پل نسازم در میان ساحلی امروز و فردا، من نمیمیرم من نخواهم مرد. سلامت باشی، مرزبان علی زنده باشی. و البته دوستای عزیز باید یک چیز رو یادآور شویم که همه ساله در همین جا همراه مادر بسیار هم گرامی، معلمه بسیار هم دانشمند و همسری استاد لایق زیبونیسا قطب‌الدینова بودیم و اما محفل شکوه دیگر داشت. واقعا این رو من احساس میکنم و طول چند سال اخیر آن شکوهی که مثلا همراه مادر اینجا بودیم خیلی مثلا دیگرگونتر است و همزمان بار اول است که در محفل شعرخوانی استاد لایق اکای رامیش، یکی از مثلا انسان‌های خوب و خاکسار و برای ملت خدمتگار فرزند استاد لایق نیز بار اول که در این محفل نیستند، ما تمنا میکنیم روحشان شاد باشد و همیشه در بهشت جاویدان قرار داشته باشند. من گمان میکنم که اون مادرنامه‌ای که استاد لایق به مادر مهربان خود گفتند و تمام مادران تاجیک آن را امروز تصور میکنند که برایشان هست، امروز باز هم گفتن ممکن است که همین مادرنامه را به مادر مهربانمان زیبونیسا قطب‌الدینова نیز بخشیدن ممکن است، زیرا که خیلی در راه فرهنگ و ادب تاجیک خاصتا برای شهرتیار شدن استاد لایق یاری بزرگ کردند. در تاریخ باقی میماند که یگانه زنی که مثلا دنیای شاعر را احساس کرده و شاعر را دستگیری کرده است همین مادر گرامی ما هستند و در هنگام در حیات بودن اینها را برای ما میگفتند و ما با شوخی به شوخی میگفتیم که برای دیگر همسران شاعران فرمانید تا که آنها نیز آزادتر باشند. ولی من گمان میکنم که معلمه مهربان ناتکرارند و چنین مادر در کنار شاعران به گمان من دیگر به دنیا نمیاد. و در تقویت این گفته ها میخواهیم بازم ملاحت بانو یک شعر از مادرنامه استاد لایق قرائت کرده باشم. مرحبا. حتی قرصقاتون رفت ندارد، یعنی که یک کس میزند دو کس نه. راه میشه در سری راه است دوره، مادری غم کشته ای ما، شعری درد و آهی جانم، بیتی خون آغشته ای ما. بیگرند از پهلوی تو مردمان، گاه بالا گاه پایان، گه سواره گه پیاده با تکاپوی زیاده. آن یکی آمین کند سوی مزارش، مادرم گفتی که باشد هم جوارش. دیگر پروای صد محشر ندارد، گویی یا مادر ندارد. آن یکی گردونش گردونورد است، سر به گردون سود است. دیگر بین زمین و آسمان، بوده ای نابوده است. بگذرد از پهلوی تو آن کسی که بیخبر از زخم ناسور دل است، بیخبر از آن که گورد گوری یک مشت استخوان نیست. گوری تو گوری تپش ها، گوری تو گوری دل است. چشم پوشیدی اگر از زندگانی، سوی من باز است چشم انتظارت. سوی من گریان و پزمان باز باش، چشم چارت از مزارت. مادری غم کشته ای من،
میابد البته و هر کسی که از این مادرنامه شعر نمیدوند من نمیدونم تصور میکنم که مادر خود را دوست نمیدارد و چون تا آنها مثلا گفتن که رسما ساعت 9 آغاز می شود و گمانم تا آنهایی که جمع می آیند اینجا من یک شعر مادرنامه برای شما از استاد لایق میخوانم. مادری خوش نظرم، هر نظرم هدیه توست، اثری دارم اگر آن اثرم هدیه توست. در فضای ابدیت پی پرواز دراز مادری مشتی پرم، بال و پرم هدیه توست. آفریدی تو مرا تا ز جهان بهره برم، بهره بردن ز همه بحر و برم هدیه توست. من به جای تویم ای مادری برجا مانده، من به جای تویم ای مادری برجا مانده. آماش می‌آمد پا شکسته همه گویند زن و مادر را، من گواهم که زی پا تا به سرم هدیه توست. و البته از اشعار استاد لایق همین استاد قرانشاه دعوت کنید. استاد سینا، استاد سینا، استاد قرانشاه گوید بیا. دیگه خب البته محفل را بگمانم من خودم فقط با شیخانه میگذارم. پروا مکن عزیزی من کین دل برای توست، گویند گرچه ناسزا تنها سزای توست. در کوچه های تنگ تو را یاد میکنم، هر جا که پای می نهم آواز پای توست. به یاد تو به کوه ها فریاد میکنم، هر کوه اگر صدا دهد گویا صدای توست. من زنده‌ام به عشق تو، من شاعری توام، تا انتهای عمر دل من گدای توست. فی تعداد آسمان اختر نیابی، جوانی بگذرد دیگر نیابی. بله ایمان سر بر سری دانوی یاری که عمرت چون بسر شد سر نیابی. آفرین مرحمت دام تید. بیا با هم جوان باشیم و باشیم، دو دل هم آشیان باشیم و باشیم، برای دیگران به قدر و ارزان، برای هم گران باشیم و باشیم. نظیره به غزل استاد: عشق در دل دوستداری و صداقت بوده است، مهری به پایان ما بحری رفاقت بوده است. آدمان جان میدهند اندر ره آدمگری، آن کسی از عشق میمیرد ملاحت بوده است. به به آفرین آفرین ملاحت بانو. سلام ای گل، سلام ای گلشن من، همه بار غمت در گردن من. مرا نشناختی تا زنده بودم، شناسی خوب بعدی مردن من. تو را در نیمه شبها بجویم، چو یک آواره تنها بجویم، نیابم گر نشان من ز نامت، از آن دنیا اینا پیدا بجویم. بله ز عشقت دلفگار و سینه چاکم، ز هجرت خسته جان و دردناکم. بروی خاک یادی من نکردی، کنی یادم چو اندر زیر خاکم. مویها دقی و رومال سیاه، غبغبی پوچین و ابروی دورنگ، ای دریغ انگشت ها چنگک شده، زندگی اما رها گشته ز چنگ. آب می آید، آب می آید ز چشم آب رو، آب هایی که گذشته از سرت، رعشه دست و سر و ابروی و لب، لحظه هایی که گذشت از پیکرت. بال ابرویت شکسته مادرم، گویی از پروازها زیر آمده، پیشی در ایستاده ای حیران و لال. آه میگویی که روزت پر شده، روز و شب ورزیدی فرزندان خود، تا همه باشند جانباز وطن.
خود یکوم غمی روی زمین میخوری اکنون غمی گور و کفر. این مبادا که ببندی رخت عمر شه ستونی روزگارم مادرم. این مبادا که گذاریم صغیر رهنمونی روزگارم مادرم. مادری پیرم خدا عمرت دهد. این مبادا که بمیری ناگهان با تو میرد دولت و دنیای من. بعدی تو دیگر نباشم من جوان. چشمی سرگرچی نبیند دورا چشمی دل پر از ضیای زندگی. گوشی تو گر نشنود آوازها گوشی دل پر از صدای زندگی. زنده باشی زندگی من خوش است با تو من باشم مظفر مادرم. گر ببندی رخت آن ساعت مباد با تو میمیرم برابر مادرم. آفرین خیلی زیبا تشکر میگم ملال بانو. من بازم استاد لایق در دوبایته میگن که توی پیرم توی تدبیری پیرم دعایم کن دعایت را بگیرم. نمیمیری تو ای مادر اگر من برای مادری ملت بمیرم. شما دید خب هستند باز یگان نفره که تشنه شعر است و جز اما تشنه شعر هستم و زنده باشید. من اینجا یک پاره از مثنوی ناتمام میخوانم. این مثنوی بسیار طولانی است ولی پاره های از آن را میخوانم. مرحمت. شما ثبت میکنید؟ خیلی هم اخلا شما ثبت کنید. این حاضر پرما ایفر ده هم دوستان. خدا آفرین. لایقا رفتی تو از پیش نظر از مکان بر لا مکان ما بیخبر. قلب ما در سوگ تو صد پاره شد جمله عالم در غمت بیچاره شد. مرگ تو خود مرگ یک انسان نبود رفتن تو رحلت آسان نبود. عالم زیر و زبر شد هان و هان آخر جان شاعر رفت از جهان. اشک خون چشمان ما را کور کرد سیل غم روح و روان را شور کرد. دوستانت در غمت گشتن نژند در میانشان بسته از ماتم کمند. رفت لایق از جهان به بازگشت چون صدا محلول شد در کوه و دشت. در زمان جنگ در ده مزار کودکی آمد به دنیا با برار. شیرعلی مرد هنر هم کار بود صاحب عقل رسا هم آر بود. برنهاد آن طفل را لایق نام تا که باشد لایق مرد تمام. بس خوش آمد نام او بر مادرش روز و شب بیدار بودی بر سرش. بود زهرا نام مام آن پسر مادری غمخواره جان و جگر. او زنی با ننگ بود و با شرف جیره و زاد آورید از هر طرف. خود نخورد و کودکان را نان بداد هم سواد از سوره قرآن بداد. در حریم مادر و اولاد خود در زمین دهه اجداد خود در میان کوههای با صفا در محیط دوستان با وفا شد بزرگان لایق طوفان ضمیر گام برزد سوی دنیای کبیر. یک برادر بود مرو را بس ظریف که از شرافت گشته بود نامش شریف. متکی بود لایق آزاده را آن جوان دل به دریا داده را. آفرین خیلی زیبا تشکر میگیم. و البته باز آید شاعر و شعر و پساوند دیگر گفتند استاد لایق و امروز خوشبختانه پیروان استاد لایق در تاجیکستان خیلی فراوان هستند. یکی از پیروان بسیار هم صادق و بسیار هم براقلم بزرگمهر تاج‌الدین تاج بر سر. مرحمت. پیش بده این تو خوشره گابدن روحی آباد زنده برای دقیق طرف نزدیکتر گابدن باجی ما استاد سینا شیر کنم بده نغمه نکنید تو اینج بید خداوند بعد مرگتون شعرتون یوان گست نخونه.
خب هیچ گم ندارم من سلام علیکم خوش آمده چی می‌درس اینجا بیایید و پیش خودتون هرگز دعوت کردید با هر گپ زنید پس من پیرم گفتن که تو من پیرم گفتن مرحمت استاد سینا شما خالگی استاد تاجین پر کنید مرحمت ای بیتون شرمندگی به خدا قسم برو یادت گپ زنید تو عرس سر نمیشی والله اون چخش مثلا تو خمی ما حرشون دیوونه مال ها حد ما حرم